کسی حضرت عایشه مادر مومن‌ها رضی الله عنها و ارضاها را پرسید که ای مادر مومنان، بعضی آدم‌ها نسبت حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنهما سخن‌های ناجا میگوید. گفتند که اون آدم‌هایی که ابوبکر را دوست می‌دارد، عمر را دوست می‌دارد رضی الله عنهما و به گفته آنها عمل می‌کند و با آنها اقتدا کرده است، این به میزان حسنات حضرت ابوبکر و عمر است. و این آدم‌هایی که آنها را طعنه می‌زنند، اینم به میزان حسنات آنها هست. یعنی آنهایی که غیبت می‌کند، گنده می‌کند، طعنه می‌زند، ناسزا می‌گوید، اینم به میزان حسنات آنها هست. یعنی اونها گفتن از دو طرف فایده میکنن. از دو طرف کسانی که با دستور آنها عمل کرد، با تعلیمات آنها عمل کرد، ثواب میگیرن، برای اینکه شریعت را رسانیدن. اینا خدمت‌های شایسته کردن به اسلام. حضرت ابوبکر از اولین روز اسلام تا آخرین لحظه ای که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا برآمد، خدمت دین، خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن. تمام مالشون در راه اسلام خیر کردن و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم خلیفه رسول الله شدن، جاینشین رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینا برای مسلمان ها و برای اسلام خدمت های عالی کردن. دستی دراز و دستی نعمت بر بالای ما دارد. هر کسی که عملی نیکت به اینها ثواب برسد، چون که اینها دین را رسانیدن برای ما. هر کسی که آنها را طعنه زد، باز به میزان حسنات آنها است.